بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الجمعه مدنیه. این سوره جمعه هست و وجه تسمیه‌شی است که در این سوره درباره جمعه و نماز جمعه موضوعات و احکام آمده هست. از این خاطر سوره جمعه نام نهادن و مدنی به خاطر از این هست که بعد از هجرت یا در مدینه منوره این نازل شده و در این هم امی احکام الهی بیان میشه و نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تربیوی، فرهنگی همیشه در امو سوره های مدنی بیان میشه، نظام های اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در اینجا هم الله متعال میگه که تسبیح میگویند و پاکی یاد میکنن الله متعال را. یسبح و تسبیح میگویند لله، خاص بر الله. ما فی السماوات، آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، و ما فی الارض، و آن مخلوقاتی که در زمین هستند. الله متعال اسماء الله الحسنا خدا اینجا میگه 5 نام از نام های الله در یک آیت ذکر شده. توحید اسماء الحسنا: الله، الملك، القدوس، العزیز، الحکیم. و خلاصه زندگی مسلمان چه قسم باید باشه؟ علما میگن که انسان مسلمان حقیقی است که اسماء الله الحسنا را معنایش بفهمه، مفهومش بفهمه و مطابق از او زندگی کنه. الله چی معنی؟ الله ذاتی که مستحق عبادت و اطاعت از شریعتش است. بناهن الله ذاتی است که مستحق عبادت است. پس وقتی که الله را شناختی هیچ عبادت بغیر از او به کس دیگه نمیکنی. زندگی مطابق لفظ الله چه قسم است؟ شناختیم که الله ذات است که مستحق عبادت است، پس هیچ عبادت به نام غیر الله نمیکنیم. غیر الله کی است؟ در غیر الله کل مخلوقات شامل هستند: ملائکه، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، نباتات، حیوانات، جمادات، مایعات، گازات، کلش. متوجه هستین؟ دوم الله ذاتی هست که او بر ما ارزش ها را تعیین میکنه. پس الله وقتی گفت که اینی خوب است اونمور خوب باید بدانیم، اینی زشت است اونمور زشت میدانیم. و الله ذاتی هست که شریعت از او در نظام سیاسی تطبیق میشه. پس وقتی که کسی الله را شناخت در نظام سیاسی خود قانون اساسیش کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه، شریعت. خب الملک المالک لکافت الخلائق. ملک یعنی کسی که مالک و صاحب تمام مخلوقات است، مالک متصرف. حالا کسی که فهمید که مالک متصرف کائنات الله هست، باز نمیگه که کابل فلانی شخص نگاه میکنه، نه، کابل الله نگاه میکنه. چرا که الملک مالک متصرف کابل کی است؟ الله هست. مزار کی نگاه میکنه؟ الله. مالک متصرف زمین الله، کهکشانها را الله. پس ما با می عقیده زندگی میکنیم. القدوس المنزه عن جمیع العیوب. قدوس ذاتی که پاک است از تمام او عیبهایی که مخلوقات داره. ما را خو میبرن، عیب است، عیب ما خو بردن است، عیب ما مریضی است، عیب ما درد است، عیب ما عاجزی است، عیب ما حسادت است. این عیب ها کلش نفی میشه با کدام صفت؟ القدوس. پس هیچ صفت را به الله نسبت نمیتیم که دو چی باشه؟ عیب باشه. عیب ما ای است که عاشق میشیم، عیب ما ای است که یگان تا دیگه سر ما عاشق میشه، معشوق میباشیم. اینال باید این کلمات عیبی را. عیب ما ای است که ما یگان وقت یگان تا نشه میکنه، خمر میخوره، خمار میخوره. اینال این صفات خمار و عاشق و معشوق و نایم و لا تأخذه سنة ولا نوم، پس این کلش چی میشه؟ با می صفت حذف میشه. صفات سلبی. صفات سلبی را ضرور نیست که تو کلش نام بگیری. مطلقا هر چیزی که ضعیف است، شایسته مخلوق است، به الله شایسته نیست. من مخلوق هستم، روح برای من شایسته هست، به الله نسبت روح نمیکنیم. مخلوق هستم، اگر روح نداشته باشم میمرم. الله ذات با عظمت است، نیازمند روح نیست. جسد است، من دست دارم،
یعنی تو استخوان از این قسم است؟ نه، الله متعال با ما هیچ مشابهت نداره. این ما ضعیف هستیم. اگر الله ید داره، یدی داره که به عظمت و جلال از او شایسته هست، مثل ما نیست. ما که هستیم ضعیف هستیم. الله قدوس است. نحن نسبح بحمدك و نقدس لك ای نقدسك عن العیوب. این ایمان حقیقی میگه. العزیز او ذاتی هست که غالب است بالای بنده های خود، غالب است در تطبیق شریعت خود. سختترین خطرناکترین کافر سرش غالب است که مرگش آمد خدا شور داده نمیتونه، و غالب است سر دوست های خود که بر از اونا احکام و شریعت خدا چی میکنه؟ بیان میکنه. غالب است در انتقام خود. العزیز. الحکیم گفتیم دو معنا، من الحکمت و من الحکم، از کلمه حکمت و حکم گرفته شده. حکمت الحکیم فی تشریعه، وقتی که الله میگه که دست سارق قطع بکنین، این حکمت است. قاتل قصاص بکنین، حکمت الله است. حالا اگر کسی خود از الله کرده حکیمتر قرار میده، بازی کافر میشه به این صفت الله. کسی که میگه نه قصاص نباشه، رجم نباشه، قطعیت نباشه، تو حکیم هستی یا الله؟ الله الحکیم فی تشریعه، میگه حجاب کو. الله حکیم است که میگه حجاب بکن. اینا تمام شریعت الله، احکام الله با حکمت است. و الله حاکم است، حکم از او بالای کائنات باید تطبیق شود. تطبیق میشه در آسمان ها، در کهکشان ها. یک انسان است که انسان الله برش چی کرده؟ اختیار داده. پس انسان، اسلام دو قسم است، یکی اسلام اجباری است، یکی اسلام اختیاری. اسلام اجباری یعنی تسلیم بودن به حکم الله اجباراً. آل کافر هم به شب و روز الله تسلیم است. همین الله ابر میباره، بسیاری کافران میگه نباره. الله میگه صبح که بخیزی که بامبایی تا پر کردیم از این ابر. کافران میگه افغانستان خوشسالی شود که هیچ مسلمان ها نبیفه. الله میگه دلت برات سیاه میکنم، برف بارانم که تو میگفتی که این یک سال بعد افغانستان او وضو یافت نمیشه، وضو نکنین او خلاص میشه. الله میگه حال دیگای او در پشت خانه‌تان است، از کلکینایتان میشه. این چی است؟ حاکم است. این اسلام اجباری میگن. کافر مسلمان تسلیم است. اسلام اختیاری است که شریعت الله را بپذیری. این مخصوص مؤمنین است. خب هو الذی، الله متعال ذات است که بعث فرستاد فی الامیین، در بین امیین. ما و شما گفتیم که عرب ها را امی چرا میگفتن؟ که اونا عادتا حفظ میکردن، شاعرایشان شعرایشان حفظ بود. یک شاعر 10,000 بیت میگفت از ذاکره خود، برش میگفتی بخی یک شعر بگو، یک دفعه میخواست 1,000 10,000 بیت برات گفته میرفت. نشته و کتابت رواج نبود در بینشان. باز اهل کتابی ها را چی میگفت؟ امیین میگفتن. الله متعال میگه که الله ذاتی است که مبعوث کرد در بین اینمی امت عربی که امی بودن رسولا، پیغمبری را که این سوره هست که در این زیادتر چی بیان میشه؟ وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم. این آیت شریفه میره بیان میکنه. او ذاتی که الله هست، او ذاتی که ملک است، متصرف است، قدوس، منزه از عیبها هست، غالب است، حکیم و حاکم است، با حکمت است. این ذات با اینمی قدرت خود در بین اینه مردم های ناخوان پیغمبری را میفرسته، من هم از میانشان، که او هم امی بود، مکتب نرفته بود، نشته نداشت، قلم نداشت، خط نداشت، ای چیز. لکن الله متعال با وجود از که خود از امی بود، با وجود از که نوشتن نداشت یاد، لکن خوشبختیشی بود که برای پیغمبر امی معجزه نمیده که کتاب است. عظمت از این پیغمبر چی است؟ خودش امی، معجزه چی است؟ کتاب است. فی الامیین رسولا. انال الله متعال برازن شده. این پیغمبر چند وظیفه داره؟ یتلو علیهم آیاته، وظیفه اولیش است که آیات الله را براتون تلاوت میکنه. آنچه که الله برایش نازل میکنه من الکتاب و السنه، اون امور بر تو تلاوت میکنه، بیان میکنه. و یزکیهم، چی میکنه یارا؟ تزکیه میکنه. این پیغمبر آمد، جامعه جاهلیت است. این جامعه جاهلیت چی عیب‌ها داره که باید تزکیه شوند؟ از نگاه فکری اینا منحرف بودن، فکرن منحرف هستن. پس پیغمبر آمد برای تزکیه فکری. اعتقادا منحرف هستن،
پیغمبر آمد برای تزکیه اعتقادی، اینا را به توحید کشند. اخلاقا منحرف هستند. الله پیغمبر آمد اینا را چی کرد؟ تزکیه کرد از نگاه انحراف اخلاقی. از نگاه اجتماعی منحرف هستند. قتل است، کشتن است، دختر زنده به گور کردن است، سر قافله حمله کردن است. جامعه بسیار پر از فساد است. پس این پیغمبر الله فرستاد که این مردم و یزکیهم، قلب‌های از اینا را پاک بکنه، چشمشان را تزکیه بکنه، دستشان را تزکیه بکنه، فکرشان را تزکیه بکنه، عقیدهشان را تزکیه بکنه، اخلاقشان را تزکیه بکنه. متوجه هستید؟ اولین وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی هست؟ پاک کردن فکر و اندیشه و اخلاق و اعمال است. متوجه هستید؟ یزکیهم، تزکیه را شروع کرد پیغمبر. از یک جامعه جاهلیت به یک جامعه پاک متمدن که انسان من حیث انسان ارزش داره، زن من حیث یک شخصیت ارزش داره، دختر من حیث یک ارزش در جامعه میتونه مثل یک مرد حق زندگی، حق حیات، حق درس، حق تعلیم، حق ایمان، حق عبادت، حق جنت، کلش بر از اینا میتونه. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. دیگه وظیفه پیغمبر چی هست؟ تعلیم الکتاب قرآن، الحکمه السنه. پیغمبر دیگه وظیفه نداشت که بیای بر تو مذهب بسازه، گروه بسازه، حزب سیاسی و حرکت سیاسی. نه، وقتی که قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و تشریح کرد، این قرآن و سنت خودش حزب الله است. در مقابل از هر کسی که قرار میگیره حزب شیطان است. پیغمبر صلی الله علیه و آمد من حیث رهبر سیاسی، من حیث رهبر اعتقادی، من حیث رهبر دینی، حیث رهبر فکری، بر از اینا چی را تعلیم میداد؟ الکتاب و الحکمه. حال شما کسانی که میخواین در خط پیغمبر برین چی کار باید بکنین؟ کتاب الله را و سنت رسول الله را بر مردم تلاوت کنین، در تزکیه فکری و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی جامعه سهم بگیرین و تعلیم بدین مردم الکتاب و الحکمه، قرآن و سنت. و این کان و اگر چی بودن این مردم من قبل و قبل از این لفی ضلال مبین، در گمراهی آشکار. و آخرین منهم، و دیگران از ایشان، لما یلحق بهم، که انوس با ایشان ملحق نشده است. و هو العزیز الحکیم، الله غالب و با حکمت است. ذالک، ای کار که از فضل الله یؤتیه، ای که رسالت الله میته، ایمان نصیب میکنه، بر مردم امی اتو پیغمبر میفرسته، پیغمبر امی را معجزه قرآن میته، ای فضل الله هست. یؤتیه، میدهد ایره الله متعال من یشاء، هر کس را که بخواهد. والله و الله کس ذو الفضل العظیم، صاحب بسیار فضیلت بزرگ است. آل بعضی کسا هستن که مثلا کتاب پیششان است، علم زیاد دارن، دانش زیاد دارن، شهادت نامه ها بسیار زیاد دارن، تقدیر نامه ها بسیار زیاد دارن، لکن در پالوی علم و دانش خود عمل ندارن. الله متعال میگه چی قسم از پیش الله چی ارزش داره؟ الله متعال میگه مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که حمل کرده شد بالایشان تورات، ثم لم یحملوها، باز حقیقتا ایره حمل نکردن. یعنی حمل کتاب وقت میشه ما و شما این کتاب تو خود نیست که بگیریم اما تو تنها ایره در پشت خود پرتیم. نه، حمل حقیقیش است که این کتاب وقت میخوانیم به این عمل بکنیم. آل یهودیایی که تنها کتاب گرفتن اما تو کتابخانه‌های خود از کتاب پر کرده بودن که ما اهل کتاب هستیم، تورات دیگه صاحب کلان جور کرده بودن، بازگردی این تورات صاحب سعی میکردی ورقای بسیار کلان کردن. الله متعال میگه یا که کتاب میگیرن و در صفای کلان نشته میکنن و باز 15 نفر یک کتاب از این خانه به اون خانه دیگه انتقال میتن، یا میگه چون عمل ندارن، یا تشبیهشون به چی میشه؟ میگه ثم لم یحملوها حقیقتا، ایره حمل نکردن با احکامش. میگه یا مشابهتش با چی است؟ که مثل الحمار، مثل حمار گل وارستن. او حمار مرکب چی عادت داره؟ میگه یحمل اسفارا، حمار عادت داره که سر در تخته پشت خود بسته کتابخانه رو در تخته پشتش بان برات میبره. اما از نگاه فکری اونمو مشکلاتی که از اول داره، اینا میگه اینا مثل از اینا اخباری هستن، یحمل اسفارا،
که حمل میکنن همین کتابا را. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله، بسیار زشت است مثال قومی که تکذیب بکنن به آیات الله. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالم را. یعنی در این آیات مثلا بعضی مردم است والا تو بیا استاد که از پدرم قرآن مانده باز میبری تا باز میکش استاد این سل میکنی اینیش که است با خط طلا نوشته است، اینی پارچگکش از ابریشم خالص است، اینی هر کلمه حزیر مثلا میناتوری کرده، این استاد سل میکنی که این چیز ذخیره هست. وزنش تو یک وزن کو استاد؟ نیم کیلویی تا وزن داره. یک قبر توصیف میکنه. باز که مادر اولاداش اینجا سعی کنی بی سیرت شیشته، خودش بی نماز. این چی است؟ الله متعال میگه که کسایی که مثل یهود واره اونا تورات حمل کردن معنایش نمیفهمیدن، در ظاهرش مبتلا هستن، برو ماچ کو و بالا بیا روی طرف کو، که مثل الحمار، مثل حمارگل هستن که این حمارگل چی میکنه؟ یحمل اسفار، حمل میکنه امی چی را؟ اسفار کتاب ها را. بئس مثل القوم الذين كذبوا، یا تکذیب با آیات الله میکنن. قل بگو برشانه رسول الله صلی الله علیه و یا ایها الذین هادو، ای کسانی که شما یهود هستین. هادو یهود میگه. چرا یهود میگن؟ میگه سه عادت داشتن. یکیشان یک تعدادشان از بت پرستی رجوع کردن، وقتی که رجوع کردن از گوساله پرستی بازی را گفتن هادو ای رجعو. بعضی هم میگه هادو به معنی تحرکو. یهودیا یک عادتشانی بود که وقتی که تورات میخواندن باز تو خودی قسمی میکردن، این تو خدا شورک میدادن در واده چیز. از این خاطر احتیاط کنید، مسلمان ها باید این کاره نکنن. از این خاطر میگه یهود میگن. و بعضی هم میگن هادو ای انهم من ذریت یهوذا، از خاطر که یا از اولاد یهوذا هستن. یهوذا یکی از فرزندان یعقوب علیه السلام بود. یا ایها الذین آمنوا ای یهودیا ان زعمتم، اگر شما تو گمان میکنین انکم اولیاء لله، یا میامدن به رسول الله صلی الله علیه و آله که ما را که گپ بزنیم ما اولیاء الله هستیم، شما مخالفت با اولیاء الله میکنین. این عالم ما را، او عالم از او چی کرده بود؟ نه کتاب تورات قرار اونجا خودش مانده در پالیش قرار شیشته، کتاب خود نمیخونه. کل مردم دستای زیر ماش کو، پایه زیر ماش کو، چپنش ماش کو، از کورتیگک شک تو قیچی کو بیار مثلا نور بر خود تعویض بگیر. این علمای یهود و کلشان کت مشرک کت منافق جیبای خود ان کثیر من الاحبار، یا احبار بودن شکمای کته کته یاکلون اموال الناس بالباطل، پیسه هم گرفته میرفتن در جیب خود، هر کس پیسه میآورد و یصدون عن سبیل الله. و مردم هم میگفت که شما را به کتاب غرض نیست، این فقط علما میفهمه، فقط پیسه بیارین بر ما بتین. این وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله بر از اینا گفتن که این علمای بدبختی جنایتکارا را پیروی نکنین، یک دفعه خیسن شما ضد اولیاء الله هستین، که اولیاء الله دشمنی میکنین. الله متعال آیت قرآن نازل کرد که قل یا ایها الذین هادو، برشان بگه یهودیا ان زعمتم، اگر شما گمان میکنین که انکم اولیاء الله، که شما اولیاء الله هستین، من دون الناس، دیگه مردم نیست، تنها اولیاء الله شما هستین، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تمنا بکنین مرگ را، بخیزین جهاد کنین. نه بخی بازید کافر استاد شو، نه اونجا نمیریم، بازی پیسای ما چطور میشه، فلان ما چطور میشه، ذخیره‌گاهی ما چطور میشه. الله گفت بخیزین، نه مرگ طلب بکنین، کاری بکنین که بمرین، از شریعت الله دفاع بکنین. نه 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 نه، ما قرار داریم اینجا هستیم با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. دل هر کس حکومت میکنه، ما هیچ کس غرض نداریم، مقصد پیسه بر ما برسه، پلاو برسه، خوراک برسه. الله متعال گفت ولی یتمنونه ابدا، هرگز این مردمای منافقی که دشمنای الله هستن خدا اولیاء الله میگن، یا هرگز علاقمند مرگ نیستن. چرا؟ یا بر خود خانه ساختن، قصر ساختن، موترا هست، برنامه ای که ما مثلا دنیا پرست نیستیم، کل دنیا پرستی پیش از یا هست، کل دنیا پیش از یا هست. بما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که یا پیش کرد دستایشان. الله شناسه که یا در کل گناه ها مبتلا هستن، در کل جنایت ها مبتلا هستن، یا باز مرگ طلب میکنه. مرگ خود کسی طلب میکنه که آخرت خود جور کرده باشن. والله علیم بالظالمین، الله ظالما را خوب میشناسه. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الموت الذي تفرون منه خیر است،
ان الموت یقینا اون مرگی که تفرون منه شما از او فرار میکنین، میرین خدا در دامان غرب میپرتین، در دامان امریکا میپرتین، در دامان روس میپرتین، در دامان کفار میپرتین، در پالوی دشمنای الله استاده میشین، کتی یهود و نصارا دوستی میکنین تا که خدا از مرگ نجات بدین. این مرگ ان الموت الذی تفرون منه، از این مرگی که شما فرار میکنین، فانه ملاقیکم، ای در ملاقات شما می مرگ. ثم تردون، باز برگردانده میشین، رد میشین الی عالم الغیب و الشهاده، پیش او ذات میرین که او از قلب تو، از عمل تو، از او کارهایی که در زیرخانه ها کردی، از او کارهای پت و سری که کردی که دشمنای اسلام مذاکرات و معاهدات کردی، از کل از الله متعال با خبر است. پیش از او ذات باز شما میرین که عالم الغیب و الشهاده است، چیزای غایب و آشکار کلشه. فینبئکم بما کنتم تعملون، باز شما را الله خبر میده با آنچه که شما عمل میکردید. یا ایها الذین آمنوا، آل الله متعال دیگه حکم خدا بیان میکنه، میگه ای مؤمنان اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که ندا آذان روز جمعه شد، فاسعوا الی ذکر الله، الی بتین دکانداری را، قصه را، مجلس یا را کلش ترک بکنین، سعی بکنین، حرکت بکنین به ذکر الله، به سوی عبادت الله. ذکر الله ذکر زبانی نیست، ذکر عملی هست که حرکت کنی، وضو کنی، به طرف مسجد بری، در نماز جماعت بری، در نماز جمعه بری، خطبه را گوش بگیری، وذروا البیع، و ترک بکنین خرید و فروش. ذالکم خیر لکم، این بر شما بسیار بهتر است ان کنتم تعلمون، اگر شما علم داشته باشین. فاذا قضیت الصلاة، وقتی که نماز خوانده شد چی کنیم؟ در مسجد بشینیم؟ الله متعال میگه نه، فاذا قضیت الصلاة، وقتی که نماز انجام داده شد، فانتشروا فی الارض، برین در زمین الله، و ابتغوا من فضل الله، از فضیلت الله که مال است تجارت بکنین، پیسه پیدا بکنین، گدایی نکنین، خود در بار دوش جامعه نسازین. و ابتغوا من فضل الله، اینجا مال فضل گفته شده، تجارت بکنین، زحمت بکشین، مال پیدا بکنین، مال حلال پیدا بکنین. این فضیلت الله هست که انسان رزق حلال پیدا میکنه. واذکر الله کثیرا، و در وقت امی تجارت هم الله را بسیار یاد بکنین، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین. و اذا رأوا تجارتا او لهوا، یک وقت میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میداد، یک دفعه کاروان تجارتی آمد، یک دفعه صاحب کل شاگردا خیستن در تجارت رفتن، دویدن. الله متعال میگه و اذا رأوا تجارتا، وقتی اینا یک تجارت دیدن، او لهوا، یا بازی را دیدن که مردم اونجا مصروف است، انفضوا الیها و ترکوک قائما، انفضوا میروان الیها به طرف از این تجارت و لهو، و ترکوک قائما، و تو را میگذارن اما تو استاده. از این معلوم میشه که خطبه چه قسم داده میشه؟ استاده که قائما. رسول الله هم خطبه میداد، قل برشان بگو ما عند الله خیر من الله و من التجاره، آن چیزی که پیش الله هست، یعنی گوش کردن این خطبه و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و شنیدن، این بهتر است از بازی و از تجارت. والله خیر الرازقین، شما این کار را به خاطر رزق میکنین، الله بهترین رزق دهنده هاست. الله رزقتان، عبادتتان هم بکنین، الله در رزقتان رزق برتان میته و در رزقتان برکت میپرتم.